تعلیم گرفتن احکام طهارت، نماز اینا فرض است برای هر یک آدم. هر یک بنده مسلمان براش فرض است که اسلوب نمازخوانی را تعلیم گیرد. ما یک کتابی داریم صفت نماز، در همین تلگرام کانال ما گذاشتگی هستیم. یعنی از همین طهارت شروع میشه تا سلام دادن، حتی بعد نماز کدام ذکرهای میکنید همشه عادی کرده فهماندگی هستیم. کتاب معیده تقریبا 35 صفحه است، گیرید خوانید. این کتاب اصول اعتقاد است، اینم 76 صفحه است. این آیین اعتقاد است. شما باید این اعتقاد داشته باشید، برای فرزنداتون، برای همسراتون از این خوانده میدهید. هم یک سرلوحش یک خوانده دید، اینا عقیده هست. این عقیده که دی انسان باید الله تعالی وا خورد. این هم در زیر همین تلگرام کانال ما هست، اصول اعتقاد. با یک کتابی داریم معرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابگان کرام، شناسایی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم و با صحابگان کرام، چون که ما شریعت به واسطه همین ها آموختیم. بین ما و بین الله تعالی پیغمبر هستند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم شریعت به ما بیان کرده، ما باید اون شخصیت شناسیم. و در قبر هم پرسیده میشیم که پیغمبرت کیست؟ پیغمبرت کیست؟ این کتاب سال 2006 در مدینه بار اول در همین شکل چاپ شده بود، معرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد سال 2007 یعنی شکلی وسیع‌تر اضافه کردیم، کمبودی هاش گرفتیم، اصلاح کردیم. سال 2007 با شکلی وسیع‌تر چاپ شده بود، کلانتر. و سال 2024 با از نو دیده برآمده، از نظر گذرانده و چاپ آماده کرده، طریق الکترونیش در تلگرام گذاشته هستیم. این سال 2005 نوشته بودیم. همین کتابای گیرید خوانید، تکیه به حدیث های صحیح، تکیه به آیات، تکیه به قول علما این معتمد کرده نوشتگی هستیم. این چنین خطر سحر و علاج عام، طریقه حج و عمره و زیارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این کتابایی که عین حال در تلگرام کانال گذاشتگی هستیم. و دیگر کتاب ها ما هست درباره سیرت امام ابو حنیفه، پر از نقل ها و عقیده امام ابو حنیفه و مسائل مذهب امام ابو حنیفه، بسیار مسئله های علمی و نزدیکی در تحریر است، چاپ میشد. یعنی محرر دیده برآمده ایستاد است، چاپ میشد. بار دوم چاپ میشد. بار اول سال 2009 در شهر خوجند چاپ شده بود. با دیگر ده ها کتاب ها داریم. امکانیت و فرصت که شد به ساده تر و فهماتر به مردم انشالله دسترس میکنیم تا اینکه گرفته خوانید. این کتابا رو خوانید برادرها، علم پیدا کنید. علم فرض عین است برای هر یک آدم. عبادتی که میکنید، دینی که دارید، باید از روی علم کنید، بی سوادانه نکنید. یعنی دانستنش، احکامش، ترتیبش را، همش را باید دانید. برای همین کتاب ها نوشته شده است برادران عزیز، گیرید خوانید.